واشر سرسلند داره لغم میده. میخوای باز کنم درست کنم؟ میدونم کار تو نیست، باید ببرم یه مکانیک حرفه‌ای تراشکاری کنه. مایتیله داری؟ بر چی میخوای؟ میخوام یه ماشین جمع کنم که قلب عروقت وایسه. دمت گرم. حالا مثلا این چشه؟ این ماشین خیلی زیباییه. بعد میخوای چی کارش کنی؟ کمکاش خیلی مثل جلسقر بالاست. میخوام بیارم پایین کمکاشو سر کوچه گیر کنه به زمین، جیگر آدم حال بیاد. اینجوری که سر صداش اعصاب مردم داغون میکنه. تازه یه جفت باند 9 69 75 دارم، میارم میبندم بهش، دوب دوب صدا میده میترکونه. ایول مامان همین؟ من یه ماشین جمع میکنم برات. موتور کلافه، جلو بنده شیطون، در بالا سر. 10 دفعه گفتم با این دانیال نگرد. بعد یه همچین ماشینی میخوای چی کار کنی؟ میخوام بندازمش کف تهرون، هر که ببینی موهاش بشه افرو. یعنی چی؟ یعنی موهاش فیل بخوره، فرفره بشه. دمت گرم مامان، اینجوری که گیر میدم بهت. آشنا دارم جیغه.